درود به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. فرزین فرهادی هستم با چهارمین ویدیو از سلسله ویدیوهای مرور مباحث یادگیری ماشین دوره ارشد دانشگاه ارومیه در خدمتتون هستم. بدون باز مقدمه طولانی تر بریم سراغ اصل مطلب. جلسه پیش، در واقع در ویدیوی پیش، ما MLP ها رو تا جایی بررسی کردیم که به عنوان در واقع ابزاری برای کلاس بندی مطرح شدن. حالا اگه بخوایم یکم دیگه پا رو فراتر بذاریم، شبکه‌های چند لایه یا MLP ها رو به عنوان حالا اپروکسیمیتور رو به عنوان تقریب بند اینجا آوردم. منظور چیه؟ باز همون منطق کلی MLP هستش، منتها میخواد یکم مفهوم رو جزئی‌تر بکنه، به این شکل که نخست ما رو با تابعی به عنوان تابع پالس میخواد آشنا کنه. از این تابع زیاد استفاده نمی کنیم، مفهومش هم خیلی ساده است. در واقع میخوایم تابع پالس رو با یک شبکه در واقع MLP نشون بدیم. اینجا میخواد بهمون بگی که اگه میخواین این پالس رو نشون بدین، طبیعتا یک ایکسی دارین و میخوایم پالس رو نشون بدین که حالا فرض کنیم fx هم صرفا 0 و 1 هستش که نسبت به x ها که تا بی نهایت میتونن برن، خروجی ما یا میتونه 0 باشه یعنی خط هیچ تغییری نکنه، یا 1 باشه که یک پالسی در واقع بازی ایجاد کنه. خیلی ساده است، یعنی ما یه ایکسی داریم، در وهله اول وزنش 1 در دو حالت، یعنی ایکس رو وزنش رو 1 میدیم، اون رو به تابع در واقع ترشولد T1 میدیم و بهش میگیم که خب اگه x از این ترشولد بالاتر بود، خروجیش رو 1 در نظر بگیر. به این خاطر هستش که بعد از یه جایی خروجی ما از همون جایی که به T میرسیم، خروجی ما 1 میشه. پایینی هم همینطوره، x با وزن 1 حاضر میشه و از ترشولد میگذره و اینجا بعد از مرز 2 در واقع T2 عدد خروجی 1 رو به ما میده. خب این پالس چجوری اجرا میشه؟ شما اینجوری فرض کنید که این تابع در واقع T1، تابعی که ترشولدش T1 هستش، با وزن 1 میاد، یعنی عیناً به عنوان خودش میاد. تابع T2 با وزن منفی 1 میاد، یعنی هرچی اینجا داری برعکسه. یعنی چی؟ یعنی این تابع رو برعکسش رو فرض کنید. به جای اینکه این طرف بالا باشه، این طرف بالا هستش و اون یکی طرف پایین هستش. این چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ یه همچین چیزی تصور کنید دیگه. فرض کنید ما تابع T1 رو به این شکل داریم، ببخشید، تابع T1 این باشه، T2 هم این باشه. در وهله اول T1 یه همچین چیزیه، T2 منتها یه همچین چیزیه، یعنی یکم بعد از T2 شروع میشه بالا بودنش، ولی وقتی وزن منفی 1 میدیم به T2، به نوعی داریم اونو تبدیل به این فرمش میکنیم. درست از اینجا که T2 هست برعکس میشه، یعنی اینجا کاملا مطابق هم هستش. خب ما در نهایت میایم اینا رو با هم جمع میزنیم و به نوعی ازش اشتراکی میگیریم و یعنی به نوعی اورش هم میشه گفت میکنیم و این نقطه اشتراک این دوتا میشه، یعنی نقطه اشتراک این و این میشه این نقطه پالسی که اینجا داریم. حالا اینو فقط به خاطر اینکه این اسلاید رو بفهمین گفتم. خب ما فهمیدیم که میتونیم حالا تابع های پالسی رو ایجاد کنیم. این تابع های پالسی کجا به کار میرن؟ در واقع منظورش از این تابع های پالسی در کل اینه که ما فقط لازم نیست تابع های در واقع دو بعدی خیلی مشخصی داشته باشیم. خاطرتون هست دیگه برخی توابعی داشتیم دو بعدی بودن، به این شکل بودن. یعنی یه مثال بزنیم، میگفتیم که خب ما توی این محیط یه مثلا مستطیلی داریم یا هر شکل دیگه ای داریم، می اومدیم خطا رو مشخص میکردیم حالا تا حد ممکن و میگفتیم به این بین بیفته، حالا خروجی 1 برگردون، بیرونش باشه خروجی 0 برگردون. یه همچین مدلی داشتیم. ولی میگه که صرفا اینجوری نیست، میتونین توابعی مثل این تابع که اصلا نه فرمولش هست، هیچ چیز خبر نداریم، همچین توابعی رو هم با استفاده از یه همچین منطقی، میبینید دیگه پالس ایجاد شده همه جا، بتونین به یک MLP تبدیلش کنین و این MLP طبیعتا که 100% قطعی نیست، ولی نسبت به این حالا پالسایی که اینجا ایجاد شده تا حد امکان این
شبکه رو در واقع این تابه رو میتونه یاد بگیره و مثلا میگم وقتی من یه نقطه رو اینجا تعیین کردم میتونه بگه که بله این نقطه مثلا جزو اون تابه هستش و خروجی 1 برگردونه، ولی مثلا یه نقطه رو اینجا اگه تعیین کردم خروجی 0 برگردونه چون توی هیچ کدوم از این پالس ها نمیفته. پس باز منظور ما این هستش که MLP میتونه نسبت به اینکه چند تا لایه یا چند تا پرسپترون داشته باشه توابع مختلف رو یاد بگیره. این اسلاید باز همون مفهوم رو میرسونه. اگه به خاطر داشته باشید جلسات پیش گفتیم که ما میتونیم توابع دو بعدی رو، حالا فرض کنید یه 6 ضلعی همچین شکلی داریم، گفتیم که میتونیم توشو با دایره ها پر کنیم اگه میخوایم شبکمون در واقع تک لایه مخفی داشته باشه، با کلی دایره پر کنیم و یه همچین شبکه‌ای به دست بیاریم که هر کدوم از دایره ها مجموعه ای از پرسپترون های بی نهایت هستن. چون علاوه بر تشکیل خود هر تک دایره که در واقع یه بی نهایت ضلعی هستش دیگه، هر چقدر ضلع رو بیشتر کنیم توی یه شکل به دایره نزدیکتر میشه، در واقع یک بی نهایت ضلع هستش و علاوه بر اون بی نهایت هم تا حد امکان دایره زیاد داریم داخل اون شکلی که میخوایم تشکیلش بدیم. مفهوم چی بود اینجا؟ میگفت که بله ما میتونیم هر شکلی رو حتی به صورت تکلایی مخفی هم نشونش بدیم. اینجا هم باز داره به همون مفهوم اشاره میکنه، منتها میگه فقط خودتون رو به فضای دو بعدی محدود نکنین. شبکه های MLP میتونن خیلی شکل های چند بعدی پیچیده تر رو هم پوشش بدن. مثلا این شکل یه شکل سه بعدی هستش که اون رو طبیعتا نمیتونه تنها با دایره پر کنه، اونو با استوانه های زیادی پر کرده. باز مفهوم کار همون مفهوم پر کردن شکل با دایره هستش و خیلی هم فرقی نمیکنه ها، یعنی سخت نیست. این دفعه به جای اینکه 2 تا ورودی داشته باشیم 3 تا ورودی داریم فقط. خب اینم بگیم ما همواره توی این بخش در مورد تقریب بندها یا اپروکسیمیترها داریم حرف میزنیم. یعنی چی؟ اینجا هم پرسش رو از ما پرسیده. هر فانکشنی با هر گونه در واقع مقادیر ممکن میتونه مدل سازی بشه دقیقاً، به این دقیقاً دقت کنید، دقیقاً با یه دونه لیر مخفی و نرون هامون هم میتونن بی نهایت باشن در همون هیدن لیر یا لیر مخفی. درسته یا غلط؟ غلطه. چرا؟ اینجا هم گفته دیگه، توضیحش اینه که اون شکلی که ما در نظر داریم یا اون فانکشن فقط میتونه تقریب بندی بشه، نمیتونین دقیقاً اون رو به صورت وان هیدن لیر در واقع مشخصش کنین. یعنی اگه لیر ما 2 تا بود میتونستیم مثلا این شکل 2 بعدیشو در نظر بگیریم، فقط با خطها بتونیم رسمش کنیم و بگیم هر کدومش در واقع این شبکه عصبی میاد میسنجه، اگه داخل این شکل افتاد قطعا داخلشه. ولی توی دایره های همچین چیزی نیست، چون دایره ها هر چقدر هم زیاد باشن همیشه نمیتونن همه جا رو در بر بگیرن، یعنی دقیق نیست، یا یکم بیرون میفته یا یکم جای خالی میذاره. اینجا هم این پرسش دقیقا از ما همین رو میپرسه و میخواد این مفهوم رو برسونه. اینجا هم یه نکته خیلی جزئی داریم که فقط به عنوان یه نکته خاطرتون بمونه. میگه که اگه ما چندین و چندی به همچین شکلی دیگه چندین و چند در واقع فانکشن دلخواه داشته باشیم که فقط یک اکتیویشن در واقع فقط بخش سیگما یا جمعش رو دارن، خروجی یه اکتیویشن ندارن، بخش اکتیویشنش رو ندارن، ما میتونیم باز به صورت یک لایه این چند تا تابه رو با هم تو یه جا جمع کنیم. یعنی چی؟ اینجا اومده چند تا لایه رو یه جا جمع کرده دیگه و به ما میگه که میبینید دیگه سیگما از در واقع از 2 تا بخش تشکیل شده. خیلی چیز سختی نیست. میگه اگه شما چند تا فانکشن داشته باشین که اکتیویشن نداشته باشن، صرفا خروجشون با هم جمع میشه یا همچین چیزی، شما میتونید همه اینها رو در واقع همه این استوانه ها رو اومده جمع کرده تو یه جا نشون داده. مفهوم خیلی پیچیده‌ای نداره. میگه دیگه فقط به این شرط که یک اکتیویشن اضافه دیگه جز این جمع نداشته باشه. خب با توابع فعالساز مختلف اینجا آشنا میشیم. یه بار دیگه تابع فعالساز رو معرفی میکنم که چیه، یادآوری میکنم. ما وقتی یک شبکه عصبی میسازیم، هر مرحله از اون شبکه عصبی که عمل پرسپترون در واقع اون بخش عصب یا پرسپترون رو داره داخلش، در واقع داخل هر کدوم از این دایره های پرسپترون 2 تا کار داره انجام میده. یکیش اون ورودی هایی که
با وزنهای مختلف گرفته رو یه بار با هم جمع میکنه، حالا بایاس هم ممکنه باشه، با این فرمول سیگما جمع میکنه، بعد خروجی اون جمع رو میده به تابع فعالساز. تا این جای کار تابع فعالساز ما به شکل بولیان کار میکرد. نمیتونیم صرفا هم بگیم بولیان ها، بیشتر میشه گفت که حالت دو داشت. یعنی چی؟ یا خروجیش 0 و 1 بود، یا ترو فالس بود، یا اصلا فرض کنید سگ و گربه بود مثلا، یا حالا سناریوهای دیگه. بیشتر دو بخشی بود، یعنی دو بود. حالا میتونست ستایی هم باشه، یعنی ترشولدمون رو تا حدی در واقع محدودش کنیم که بگیم که بله از مثلا 0 کوچیکتر بود، تو بیا مثلا خروجی چه میدونم مثلا سگ رو برگردون. اگه بین مثلا 0 رو مثلا حالا بنویسیم خروجی ایگرگ مثلا بین 0 و 1 بود، مثلا گربه رو برگردون. و اگه بزرگتر از 1 بود خروجی یه چیزی متفاوت فیل رو برگردون مثلا. یه همچین چیزی بود. یعنی صرفا ترشولد به معنای دو بودن نیست، بیشتر تمرکزمون روی ترشولد بودنشه. خب ولی اکتیویشن ها فقط به اینا محدود نمیشن و در اکثر اوقات اکتیویتورهای خیلی معروفی داریم که فقط از اونا استفاده میکنیم. یعنی بیشتر اوقات، بگم فقط نه، بیشتر اوقات از اونا استفاده میکنیم. من اینجا فهرستی از معروف تریناشو آوردم که ما تا حالا بولیان و از نوع بولیان و ترشولدشو تا حالا بررسی کردیم که چجوری کار میکنن. حالا تو اسلایدهای بعدی یه اشاره خیلی جزئی هم به فکر کنم 5 تا از اینا میکنیم. بقیه‌شون دیگه اگه خواستیم مطالعه آزاده، خودتون میتونین برین سراغشون و بدونین که چجوری کار میکنن. فکر کنم همشون هم تو اسلاید نبودن، فقط این 5 تایی که من میگم باشن فکر کنم. خب یه اکتیویتور در واقع خطی هستش. فرمولش هم خیلی ساده است. در واقع اینجوری بگم دیگه، شما هر ایکسی که اینجا میبینید در واقع این زدی هست که اینجا میبینید دیگه. این زد مجموعه در واقع همه این مقادیر ضرب در دبلیو ها میاد اینجا جمع میشه، خروجیش زده. اون زد رو میدیم به تابع اینجا هم در واقع همون زد فرض کنید اینو، یعنی اف زد مساوی ای ضرب در زد. یعنی چی؟ یعنی فعالساز ما صرفاً یه تابع خطیه که نمونه هاشون هم پایین آوردن، نمونه های نموداریشو. تو کارهایی که رگرسیون خطی دارین این روش خیلی به درد میخوره. یعنی رگرسیونتون وقتی خطی باشه از این خروجی در واقع اکتیویتور استفاده کنین. اون خط حالا نسبت به اینکه رگرسیون شما چی هستش میتونه راحت در اطراف داده شما جمع بشه. خب ساده در واقع ویژگی های همش هم اینجا نوشتم، ساده و مناسبه برای یه خروجی نهایی گرفتن، ولی خب برای واسه الگوهای پیچیده 100% که پاسخگو نیست. خب تابع فعالساز دومی سیگموید هستش. سیگموید رو معمولاً تو لایه های آخر شبکه میبینید. یعنی چی؟ یعنی شما شبکه رو طراحی کردین، تمامی محاسبات انجام شده، یعنی نسبت به اینکه چه وظیفه‌ای داره شبکتون، اون لایه آخر اینجا تابع فعالساز از نوع سیگموید داره. حالا سیگموید چیه؟ فرمولش به طور کلی این فرمولی که اینجا میبینید، ولی روی فرمولش زیاد در واقع تمرکز نکنید. بدونید خیلی خوبه ها، ولی معمولا این فرمول رو اصولا باید توی در واقع امتحان هم بهتون بدن، ولی خب حالا به خاطرم بسپاریدش بد نیستش. گفتم توی لایه آخر میاد و بین همونطور که اینجا نوشتم بین 0 و 1 برای معادلات دیفرانسیل مناسبه و خروجی نهایی. منظور از خروجی نهایی اینجا هم باز دیده میشه، همون مفهومی هستش که اینجا گفتم، یعنی آخر شبکه دیده میشه. خب واسه کلاس بندی ها و در واقع کلاس بندی های باینری به این دقت کنید. واسه کارهای باینری مناسبه، یعنی شما خروجیتون همونطور که گفتم دیگه، خروجیتون ممکنه سگ و گربه باشه، ترو فالس باشه، 1 و 2 باشه، بیشتر تو اینجور جاها به کار میره و بیشتر مبتنی بر احتمال هستش. یعنی چیه؟ منظور از احتمال چیه؟ شما وقتی توی شبکه کار میکنید اول و آخرش باید یه خروجی داشته باشین دیگه. اون خروجی هم نسبت به حالا چیزایی که تو شبکه یاد گرفته شده هم باید برای انسان هم برای ماشین، حالا بیشتر ماشین دیگه، باید قابل فهم باشه. در واقع سیگموید میاد این کار رو میکنه. چی کار میکنه؟ نسبت به حالا ورودی که داریم، خروجیمون فرض کنید مثلا میگم دو تا فرض کنید همون 0 و 1 رو داریم، 0 و 1
خروجی های ممکنه باینری کلاس بندی ماست، یعنی ممکنه 0 باشه یا 1. در نهایت سیگموید میاد اینا رو تبدیل به اعداد در واقع احتمالات درصدی میکنه دیگه. البته درصدی هم نه، مثلا ممکنه یکیش 6 دهم باشه، اون یکیش مثلا 14. اون موقع میگیم که خب 6 دهم احتمالش اونجوری که خروجی به ما داده زیاده، پس ممکنه که 6 دهم، ممکنم نه یعنی به احتمال بسیار زیاد خروجیمون 0 خواهد بود. خب پس به طور خلاصه سیگموید اکتیویتور یا فعالسازی هستش که بیشتر برای لایه‌های آخر یعنی خروجی نهایی به کار گرفته میشه. بین 0 و 1 هستش. رنجش یعنی همونطوری که تو جدولم میبینید x شما هر چی باشه مهم نیست، خروجی شما در نهایت هم واسه این اکتیویتور بین 0 تا 1 خواهد بود. مجموع داده ها هم اینجا من نوشتم 6 دهم و 14 دهم، ولی حتما همیشه مجموعشون 1 نیستش. بیشتر اوقات 1 ها، ولی 100% همچین قانونی نداریم. ممکنه یکیش 6 دهم باشه، اون یکی این عدد میشد مثلا 35 صدم، یا همچین مقادیری هم ممکنه. ورودی تابع فعالساز سیگموید هم همیشه یک سینگل ولیو هستش، یعنی تک ولیو هستش، برخلاف مثلا سافت مکس که بهش میرسیم وکتور یا بردار نمیگیره، یه عدد خالی میگیره، یعنی ممکنه 5 باشه 6 باشه، یعنی نسبت به شبکهتون حالت شبکهتون ممکنه خودش کلا باینری هم باشه. میگم سناریوها متفاوتن، ولی اینا بدونین که یه تک ولیو یا سینگل ولیو میگیره. همونطوری که گفتیم برای باینری کلاسیفیکیشن به کار میره. از این رو هستش که میتونین MLP های باینری یا رگرسیون های منطقی رو روش پیاده کنین. حالا نقاط منفیش هم نوشته شده: همگرایی ضعیف و مشکل محو شدن گرادیانت بر روی ورودی کوچک. این مفاهیم رو اینجا آوردم، ولی توی اسلایدهای بعدی میفهمیم چیه که اصلا همگرایی چیه، یا اینکه این گرادیانت کجا گرادیانت رو فهمیدیم چیه، ولی محو شدنش چه مفهومی داره توی اسلایدهای بعدی بهش خواهیم رسید. میرسیم به فعالساز تانژانت H که فرمولش هم اینجا میبینید، همون فرمول معروف تانژانت H هستش. حالا اینا تست شدن و به این نتیجه رسیده شده که تانژانت H ممکنه یه فعالساز خوبی باشه. اینجا اومده دیگه، والا میشه مقاله های زیادی خوند و فهمید که چرا اصلا همچین تابعی خیلی خوب عمل میکنه. ولی خب تو این بحث نمیگنجه، شما فعلا فرمولش رو در نظر بگیرین و مفهوم کلی رو بدونین. در کل این فعالساز بیش از این که برای خروجی نهایی مثل این دوتای قبلی استفاده بشه، برای لایه‌های مخفی یه میانی به کار گرفته میشه. کلا هر لایه‌ای که مخفیه میانی هم هست دیگه. خروجیش همونطوری که اینجا میبینید بین -1 تا 1 هستش. در کل شبکه‌تون هر چقدر عمیق‌تر باشه به جای سیگموید از تانژانت H استفاده کنی خوبه. با اینکه سیگموید برای در واقع خروجی نهاییه، ولی اگه احیانا بخواید از سیگموید تو لایه‌های میانی هم استفاده کنین، بهتره که از تانژانت H استفاده کنین اگه شبکه‌تون خیلی عمیق باشه. خب به عنوان یک فعالساز تو لایه‌های میانی خوب عمل میکنه، ولی از رلو بهتر نیستش. به خاطر همین بعد از رلو میتونین تانژانت H رو در نظر بگیرید، ولی حتما قبل از اون رلو رو مد نظر داشته باشید. خب برای داده هایی که کورلیشن یا همبستگی منفی و مثبتشون زیاده کاربرد داره، باز مشکل محو شدن گرادیانت برای ورودی های کوچک رو به همراه داره. اینجوری بهتون بگم، خیلی خلاصه منظور از محو شدن گرادیانت برای ورودی های کوچک، میگم بعداً زیاد بهش میپردازیم، ولی ما همواره داریم شبکه‌مون رو آپدیت میکنیم دیگه. یعنی یه شبکه داریم به این شکل، یه مقادیر اولیه‌ای توش داره، ولی خب این مقادیر اولیه هی آپدیت میشن و شبکه به یک ثباتی میرسه. حالا اینو چجوری انجام میدیم بعداً میگیم. ممکنه ما موقع انجام دادن آپدیت ها داده هامون اگه کوچیک باشه از تانژانت H استفاده کنیم، اون موقع اون گرادیانت که در واقع اون اطلاعاتی که ما چجوری شبکه‌مون رو آموزشش بدیم رو به ما میده ممکنه محو بشه و ما اطلاعاتی که شبکه‌مون رو چجوری آموزش بدیم بهتره از دست بدیمش. خب بریم اسلاید بعدی. معروف ترین در واقع اکتیویتور رو اینجا میبینید، اکتیویتور رلو، که نسبت به خیلی از اکتیویتورها یا فعالسازهای دیگه خیلی خیلی خوب عمل میکنه، به خصوص فقط در لایه های میانی. یعنی لایه آخر اصلا برای لایه آخر کار چندان بزرگی انجام نمیده، مثلا مناسب نیست واسش، اما توی لایه های میانی خیلی خوبه و خیلی هم معروفه.
پیش از هر چیزی، چون یه تابع خیلی خیلی ساده هستش، سرعت محاسبه و ترین بالایی داره دیگه، مشکل محو شدگی گرادیانت رو به هیچ وجه توی این فعالساز نداریم. همینطوری که اینجا نوشته شده کاربرد در لایه‌های مخفی در اکثر شبکه‌ها، حالا CNN که حالا اگه ما توی این ترم نخوندیمش ولی اگه ویدیویی بود CNN خوندیم ولی توی اسلاید نخوندیم، توی بخش کلاس دکتر یوسفی خونده نشده. CNN بیشتر برای داده های دو بعدی در نظر گرفته میشه، مثل عکس و اینجور چیزا، ویدیو. و گن هم شبکه‌های تخاصمی هستن که دو تا شبکه با هم رقابت میکنن و همدیگه رو با هم دارن ترین میکنن، نه اینکه مستقیما ما ترینش کنیم. خب میگم چون یه اکتیویتور عمومی هستش، نقاط مثبتش هم خیلی عمومی هن دیگه. نوشته شده مناسب برای امور کلی یادگیری ماشین، کلاس بندی تصاویر، تشخیص اشیا و غیره. مناسب برای ورودی‌های غیر منفی. بله، چون دیگه ورودی‌های ما خیلی خیلی دیگه منفی باشن، یکم رلو کاربردش رو، اون کاربرد بزرگش رو از دست میده دیگه. از تابش هم مشخصه برای حالا اعداد در واقع خروجی‌های مثبت اون چیزی که خودش رو برمیگردونه، برای منفی‌ها کلاً صفر برمیگردونه. خب مشکلش هم اینه که برخی اوقات ممکنه حالا رلو توی نسبت به سناریوی ما غیر فعال بشه، یعنی از میان بره دیگه، نقشش چندان پررنگ نباشه، که این زیاد مشکل بزرگی نیست دیگه. بزرگترین مشکلش اینه دیگه، اینکه عصب حالا به هر دلیلی ممکنه محو بشه میان کار. خب تابع بعدی تابع صاف مکسه. اول کار شاید یکم ترسناک به نظر بیاد ولی خیلی خیلی ساده هستش. تو سناریوهای کلاس بندی در واقع غیر باینری، یعنی کلاس های ما بیشتر از 2 تا باشه، ممکنه 100 تا باشه، 1000 تا باشه، حالا هر چقدر باشه، اونجاها به کار گرفته میشه. مبنای کلیش بر مبنای مفهوم احتماله. اینجوری بهتون بگم، شما یه وکتوری رو میدین به این اکتیویتور در لایه آخر، این فرمول هم زیاد نترسونتتون، در واقع همون فرمول احتمال هستش، به این شکل که این در واقع وکتور هر کدومش حالا یه عددیه نسبت به کلاس های شما. چطور؟ شما فرض کنید حالا من اینجا این در واقع وکتور رو به صورت افقی می نویسم. شما فرض کنید ما فقط 3 تا کلاس داریم. حالا شبکه ما طوری طراحی شده که خروجی های ما شده یه همچین چیزی. میگم ممکنه مقیاس بندی کلا فرق کنه، ولی من حالا با یه مقیاس فرضی می نویسم که خروجی ما واسه مثلا کلاس 1، حالا میگم این بیشتر به ساختار شبکتون ربط داره، باز 6 کلاس 2 مثلا 11 کلاس 3 هم این جمع شد 17 مثلا، این هم 3 هستش. به خاطر راحت شدن محاسبات اینجوری نوشتم. یه همچین چیزی اومده، شبکه شما اینجوری طراحی شده که خروجیش یه همچین مقیاسی داره. این تابع میاد چیکار میکنه؟ میاد اینو برای اینکه ماشین راحت تر بتونه محاسبات رو انجام بده، به نوعی میشه گفت مقیاس بندی هم میکنه و به حالت احتمالی در میاره. چیکار میکنه؟ اگه بر مبنای احتمال ها جلو بریم، یعنی همه اینا رو جمع کنیم، یعنی مثلا 20 دیگه مجموعشون 6 بیستم احتمالش چند میشه؟ اینجا می نویسیم 11 بیستم چند میشه، 3 بیستم چند میشه. خب 6 میشه 3 دهم، 11 میشه 55 صدم و حالا اینم 5 خوشگل ترش کنیم. خب آخری هم میشه 15 صدم. در نهایت یه همچین خروجی رو برمیگردونه و اون لایه خروجی نهایی ما که باید یه خروجی به من بده دیگه، بگه که خب نسبت به ورودی هایی که تو دادی نسبت به کدوم کلاس بیشتر میخوره ورودی های تو. اینجا مثلا توی این سناریو میگه که بله به کلاس 2 بیشتر میخوره. نوشته شده توی CNN ها و اینا خیلی کاربرد داره و طبیعتاً به آوتلایرها خیلی حساسه. شما فرض کنید ما کلاس بی نهایت زیادی داریم، خیلی هاشون در اون مقیاسی که ما نوشتیم هستن، ولی یه آوتلایر داریم. مثلا چی؟ شما فرض کنید باز این 3 کلاس رو دارم، من این 3 کلاس رو دارم ولی اولی مثلا 6، دومی باز 11، مثلا سومی مثلا 7000 مثلا میگم. این به نوعی آوتلایر محسوب میشه و کار ما رو تا حدی به هم میریزه. حالا اگه شبکمون درست حسابی با داده خوب پروپیمون ترین بشه و ساختارش هم درست حسابی باشه، زیاد به این مشکل نمیخوریم، ولی خب
جزء نقاط ضعفش هست دیگه. مجموع همه اینا هم میگم همیشه اینجا نوشته شده دیگه، باید چون یه در واقع بردار احتمالی هستش همیشه باید 1 باشه. اسلاید بعدی باز به مشکل عمق اشاره میکنه. میگه تا الان ما بحث کردیم که در واقع MLP های تک‌لایی مخفی میتونن به عنوان تقریب بندهای کلی توابع استفاده بشن، ولی خب اینها همونطوری که از اسمشون هم مشخصه اپروکسیمیت میکنن، یعنی تقریبی میتونن هر فانکشن دلخواهی رو به ما بدن. ولی خب ممکنه از ما شبکه‌های در واقع عصب‌های بی‌نهایتی بخوان توی همون یه لایه، یعنی یه لایه است و همون مفاهیم قبلی دیگه، یه لایه است ولی نورون هایی که میخواد خیلی 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 زیاد باشن. خب ما باز اینم بحث کردیم که به صورت کلی شبکه‌های عمیق‌تر عصب‌های به مراتب خیلی کمتری از ما میخوان برای همون در واقع کار تقریبی که میخوایم انجام بدیم. نوشته دیگه باز برای توابع بولیان، کلاسیفایر و ریال والیود فانکشنز این برقراره. ولی خب ممکنه محدودیت هایی هم داشته باشیم. این محدودیت ها خیلی ساده هستن و با اینکه توی اسلاید جدیدی اومدن ولی تا به حال در موردشون بحث کردیم. خب ما گفتیم شبکه عمیق‌تر با نرون کمتر میتونه خیلی بهتر از لحاظ محاسباتی و دقیق بودن عمل کنه، ولی خب محدودیت هایی واسه خودش داره. اگه خاطرتون باشه ما برای اینکه این شکل رو نقاط زرد رنگش رو با یک MLP کلاس بندی کنیم بحث کردیم در موردش. گفتیم که ما اول توی لایه اول، البته شبکه میتونه خیلی عمیق‌تر از اینا باشه، حالا ما از یه سناریوی حداقلی حرف میزنیم. میگیم که میایم این 16 تا خطی که اینجا رو جدا میکنن 8 تا اینور 8 تا اینور رو میکشیم. این شد لایه اول ما که 16 تا خط رو مشخص کرد، در واقع مرزبندی ها رو مشخص کرد. بعد ما 40 تا خونه زرد داریم. با استفاده از این مرزبندی هایی که انجام شده توی هر کدوم از این 40 تا عصبی که اینجا داریم میگیم که خب این در واقع عصب اول میاد این ناحیه زرد رنگ رو مشخص میکنه، میگه که بله اگه این ور خط و این ور خط و این ور این خط باشه خب خروجی ما 1، اگه نباشه 0. تا آخر همینجوری همه این کلاس بندی ها رو انجام میدادیم. ولی خب محدودیت ما چیه؟ محدودیت اول ما اینه که اینجا نوشته شده دیگه، گفته شبکه‌ای با 16 یا بیشتر نرون در لایه اول میتواند در واقع نشان دهد، در واقع کلاس بند منظورش از نشان داد یا نمایندگی کردن اینه که نشون بده این در واقع محدودیت های کلاس بندی رو. درسته، منم تا اینجا اینو گفتم. ولی خب اگه شبکه‌ای داشته باشیم که توی لایه اولش کمتر از 16 تا نرون داشته باشه، یعنی ما این خطها رو نمیتونیم فراهم کنیم و محدودیت به قول معروف معماری MLP داریم. پس دستمون اونقدران باز نیست و هر شبکه‌ای با هر ساختاری رو نمیتونیم برای در واقع این کلاس بندی به کار ببریم. حتما باید اون 16 تا خط رو به عنوان هر کدومشون که یه عصب هستن توی لایه اول به کار ببریم. مشکل بعدی مثلا اینجا یه مثالی هم زده دیگه، گفته که بله اینجا ما 8 تا خط داریم، این 8 تا خط کار ما رو به هم میریزه. مثلا من اگه خواستم اینو پیدا کنم، این ناحیه زرد رنگ رو، میگم که خب پایین این خط باشه، بالای این خط باشه، ولی خب این محدوده رو مشخص نکردم و خطی ندارم که اصلا مشخصش کنم. میگم که بله پایین این خط، بالای این خط، ولی خب این محدوده رو چیزی ندارم مشخص کنه. پس من به نوعی به مشکل برمیخورم، یعنی همچین چیزی میشه دیگه. این دو تا خط فقط این جاده بزرگ رو واسه من مشخص میکنم و در این میان کلی در واقع مکان سیاه هم داریم. باز گفتی که فرقی نمیکنه این 8 تا کجا باشن، در کل خطمون 8 تا باشه ما به مشکل برمیخوریم، چه اینجوری چیده شده باشن چه اینجوری. باز اشاره میکنه که فقط مشکل ما توی لایه اول نیست، حتی اگه لایه اول ما 16 تا عصب رو داشته باشه و 16 تا خط رو به درستی کشیده باشیم، باز توی لایه دوم 40 تا عصب نداشته باشیم که این 40 تا در واقع محدوده رو مشخص کنم، باز نمیتونیم به صورت کامل این شکل رو پوششش بدیم. خب اینجا هم باز همونو گفته، هر شبکه‌ای که در واقع کشش یا اون گنجایش کافی رو داشته باشه، هم از لحاظ تعداد عصب‌ها هم از لحاظ تعداد در واقع لایه یا همون عمق، میتونه اون فانکشن رو نشون بده و
ترجیحاً میشه گفت که هر معماری نمیتونه هر فانکشنی رو نشون بده. کل نتیجه گیری ما این بود از این اسلاید. خب باز اینجا مرور میکنه درسمون رو، میگه که MLP ها همون شبکه های عصبی که از پرسپترون و در واقع تشکیل میشن و چند لایه هستن، میتونن هر فانکشنی رو در واقع تقریب بندیش کنن. یعنی میتونه هر فانکشن بولیان، کلاسیفیکیشن یا رگرسیون رو مدل سازی کنه. MLP های عمیق‌تر میتونن به این هدف با خیلی در واقع نرون های کمتر برسن، ولی خب همواره مشکل معماری دارن که اون حداقل معماری رو باید داشته باشن. حالا این نکاتی که اینجا نوشته چیه؟ خب میگه که باید به اکتیویتورها، همونطوری که توی اسلاید پیشین گفتم، به اکتیویتورها دقت کنیم که اکتیویتورها در واقع به صورت کامل اطلاعاتی که ما میخوایم از یک لایه به لایه بعدی بدیم رو برسونن، یعنی از این لحاظ نقضی نداشته باشن و اینکه هر کدوم از این لایه هایی که ما داریم به شکل کافی عریض باشن. یعنی همون بحث نرون ها، یعنی توی یه لایه ما اگه 16 تا نرون احتیاج داریم این محدودیت ماست و کمتر از اون نباید باشه. به همین خاطر میگه که به شکل کافی باید عریض باشه لایه ما تا بتونیم همه اون اطلاعاتی که میخوایم رو به نوعی رپرزنت کنیم توی شبکه. خب باز اینجا مرور داریم، یه مرور کلی تر. توی اسلایدها مرور خیلی زیاد بود، من اینجا باز آوردمشون تا ملکه ذهنمون بشه. MLP ها، باز میگیم MLP ها در واقع میتونن توابع بولیان کلی رو نمایندگی کنن، همچنین توابع کلاسیفایر رو و همچنین توابع تقریب بند رو. یک MLP یا تک لایه میتونه تقریب بندی کنه هر بینش یا فانکشنی که داشته باشیم، ولی خب خیلی منابع به کار در واقع میبره و اینکه به کامپیوتر یا همچین چیزی رو بدیم اصلا عاقلانه نیست. ولی خب یه سناریوی ممکنه، همونطوری هم که اینجا نوشته شده، ولی میتونه به صورت نمایی یا حتی بی‌نهایت شبکه‌مون رو عریض کنه و یعنی نسبت به اینکه ما چند تا ورودی خیلی کوچیک داریم ممکنه خیلی شبکه عریض و تا بی‌نهایتی داشته باشیم. خب MLP های عمیق‌تر میتونن به تمامی این اهدافی که گفتیم با نرون های خیلی کمتر برسن. شبکه های عمیق‌تر در واقع قدرت بیانشون، یعنی منظور رسوندنشون خیلی بیشتره، اکسپرسیو هستن، یعنی قدرت بیانشون خیلی بیشتره، بیانگرتر هستن و اگه اکتیویشن های شما خیلی در واقع پرپیمونتر و دقیق‌تر و جزئی‌تر باشن، شبکمون خیلی بیشتر بیانگرتر میشه. که معروف ترین در واقع اکتیویتوری که ما داریم همونطوری که گفتم ریلو هستش و میتونه اطلاعات خیلی بیشتری رو از لایه بالایی به لایه پایینی برسونه. نسبت به حالا مثلا تابع فعالساز ترشولد که داریم خیلی بهتره. خب مباحث ما حداقل واسه بخش 1 و 2 اینجا در واقع اسلایدهای 1 و 2 اینجا به پایان میرسه. اسلایدهای 1 و 2 یکم طولانی بودن. حالا بخش 3 رو تو این ویدیو شروع نمی کنم تا ویدیو همون یکم منسجم تر باشه. این ویدیو کوتاه شد اما میشه گفت خیلی مفهوم رو میرسوند. اسلایدهای درسی طوری طراحی شدن که یه مطلب رو خیلی میگن، چند بار میگن. حالا من خواستم تا حد امکانی کوتاه و خلاصه باشم و از تکرارهای زیاد پرهیز کنم، ولی باز تکرار فراوانی داشتیم. خب تا اینجای مباحث رسیدیم. خلاصه رو هم که یه بار اینجا بهتون گفتم. جلسه بعد به بخش 3 میرسیم، یعنی آموزش شبکه های در واقع MLP. اونجا مباحثمون طبیعتاً باز سخت‌تر میشه. امیدوارم بتونم همشون رو برسونم. این ویدیو رو امروز آپلود میکنم تا استفاده کنیم. هر نظری هم که داشتیم باز میگم حتما بهم اطلاع بدین در راستای پیشرفت ویدیوها، سرعتشون، چیزایی که میگیم، اگه نواقصی هست، حالا هر چیز دیگه حتما بهم اطلاع بدین. شاد و پیروز باشید. فعلا بدرود.